شانمسی خلقی ما بسیار عذاب جنگی برادر کشتید، بسیاریو گریزمون برنگشته با وطن، بسیارش تا حال پسی پنجرمون پشیمون با دستی خونالود. نکی بسته جنگ عذاب داری وطن، نفسی آزاد کشم وطنم. زمینی تا زمان خور خاص خاک جنگ بد، زمینی تا زمان رنگی یک میدان جنگ بد. امری تیفلی گهواره برابری امری پیر بد، در گوشی تیفل صدای یلان صدای تیر بد. مردمت بخو نشید به در تیر زشید، جان بالا بامد بچوره مردمت گریزشید. روی دستی خود مردای برادری خود کشاندن، برای خود نوبت بدی یا حالیات شاندن. وقتی که قوای سیمی بدخواه ماده کشید، وطن رنگی پلیگان شید. چیکارا در دروشی ریختنی خونی هم وطن، کودکای به پدر اشکی به استی مادر، زنای گم کرده شوهر، میلیاردها و شربی اقتصادی پراکنده میلاد. های دست دادم شاعر و علیم و آدمای به علم، تاجیگای وطن میگیرخ پرتافته فرزند زن شب با آبی چشم استیده میدید احوالی وطن شه نبود و جبی زمین کی آلوده خون نباشه، نبود یگان آدم کی ترس در درون نباشه. بماندن در این وطن اومدی زندمانی نبود، زنده کلمه میگرداند مرده ها ارمانی بود. مانندی سهراب و رستم جنگی فرزند پدر کش مورا با فیرت دادن، دی جنگ کدن خوش با محل چیگی مورا تقسیم کدن، قاتل کدن بندید کدن، کلابی و خرغنی و پامیری و غرمی کدن. وطن مانندی درختی خزان بود، برای شکفتنش اومد باوریم نبود. درخت کی رشه و زمینی شورده دوید کیرمی درونی خودش خوردش میغلطید قریب. نکی 16 نویبر سالی 92 برشه تشنه ای درخت رسید آب رئیسی شورای اولی دل سوخته بری خلقش تهدیدی کشتن شنیده. نکی نترسیده مرگش مردم از سرجام میکد، ای سر دعوت میکد بیا تاجیک وطن خانه تی گفته حرف میزد. چقدر قین خطرناک بده او رفت افغانستان بحری جمعی تاجیکای دوره تاجیکستان زخم بردار زیر سیلا بد. نکی نگشت ای رهش آباد کرد ای وطن دستی دعا در حقش امروز موت قدمی آزاد بزنیم شب و روز. کسی با اویله کسی با نقص دیده کسی با دوست الویدا صدای تیر سلام صدای خنده تیفراهی نب تونل شانه هایی بلند لیفت آبادی باغ گلزار مردمی صاحب کار دیگه نمیترسه ای وطن تجارت کار. روز هزاری نان بده محازی دسترخانی پر نانی گرمی پخته با دستای مادری خود. انشالله ما دیگه جنگ نمیبینیم در وطن و خلقی ما راهنما دارد امام علی رحمان. تا که باشم برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم.